بچه این امران و عرفانی بودن که تو کلیپ های قبل بهتون نشون داده بودم که رفته بودن با بچه ها کوه. امروز اومدن اینجا پیش اینا بودن، یک جوری اینا را خسته کردن که اینا تا جاشون بلند نمیشن. بقیهشون که معلوم نیست کجا. سیویه پسر مامان، سیویه کجایی؟ سلام سلام، حالی چطوری مامان قشنگم؟ چی شدی مامان؟ چرا خسته؟ بیا پلیستو درارم مامان، بیا لباستو درارم، بیا. یعنی جون ندارم بلنشم. اینم بیرون میتونستم لباسش، اینقدر به هم مالیدنشون قیافشو نگاه کن. یکی دیگه شده بچم. خسته شدی مامان؟ خسته خوشه چلو وامده شما خانومی جام گوگل مگولی ناز مامانی. آره چی شدی مامان؟ چی شدی تو؟ گوگلی من چی شدی؟ خسته شدی؟ آله خیلی خسته شدی؟ آله خدا. راموش نمیای مامان بیرون لباشتو درالم؟ نه نمیای عزیزم؟ آره انرژی نداری پسرم؟ بیا اینجا، بودو بیا. آخ سویرمون اومد، بیا بالا ببینم سویر. آفرین، بیا بالا پسرم، بودو بیا بالا تا. اومد از این باکس رفت تو اون باکس. چی شدی مامان؟ چیه عزیزم؟ بیدار شدی اومدی پیش مامان؟ لباسشو در بودم. چی شدی؟ تو لاموس مفلفلی منی؟ تو لاموس مفلفلی منی؟ آره چیکاری کردم خدا؟ چی شدی مامان؟ چی شد؟ جون نداری؟ خسته شدی؟ چی؟ کجا میلی؟ آره این موقع شب با هم تو بازی میکنم. بین اتاق بودیم، بین اتاق بچه، بین اتاق بودو سیویه، بریم اتاق. بودین اتاق بودین، بین اتاق بودو آفرین. چه بچه های خوبه این موقع شب که وقت تو بازی نیست. بیان بالا، بیان اینجا آفرین. تو پسر خوش